همسایه گریده میگه گپ نیست خلاصا میداره یا خونه همسایه میشینن در پلچوی میخورن که قطعی آدمی الفتی شیشتگی میگه که اپه و باید جان وینو میخوریم این میگه اینجا خدای عیبا نمیدونی این میگه هیچ کنه میفهمد در کیسم اومدگی پاکت داره میگه هیچ کنه میبینه خلاصا یک پیاله میزنن دو پیاله هم خیلی شستان خشتن میگیرن طلای دستخان شیشتگی یکی آخه طلب میگاتن دیگه خسته نمیتونن سببی معرکه عیب نشون گفته از تگ میبردن میگیرن میبرن خونهاشون در بوله اسپایل دمه پارتیشون یکی بچهش میگه تاتا چون ای تاتا خیلی میگه تویستون گرمه میگه در این بسود در تای کنسری قلی بسود هم بکش میگه بخورا او باید لو بیچاره خیال میکنه زیاد در معرکه میگه هم ملا را بگه دوکتن و میخیزه یک قرصه بلان میزنید زنده باشه سربلا باشه کنکان شوخی کده گپ میزنید بگذارم خیلی مهر محبت باشه نیم دخترچه خانشه بزنم یک قرصه که بلان با خودی نیچه میزنید زنده باشه سربلا باشه نه من پروست اهمیت دادم که روز که یا که عرالاش باشه خیلی آجام خیلی هسته که بیسیوش دیگه توجیه خونم باراش دیگه شش تا میگیره عرالاش شکره و کده سر بودی سر یا پرای گوشش روز که تاجیکسکی رو امریکانسکی رفتی سر زرازی دیگه چخراب دفتی سر رفتی سر خیلی کورا میشه برای یک خرسان بدونم که میشه خرسان باشه خلاصا شب میشه ساعت 12 شب حنصیفاش خیلی کافی دا بودن شب نشین داشتن میزنن کایف میره خانه دا میدونم که پدرش مستی خواه میگه من چیکار کنم که پدرم نفهمه میدونم میگه میگه که در کوخنی خربزه موندگی ریزه میکنه خربزه را میزنه میره خون میره سهر پدرش میخوزه هی او تشکر بزنه با مست اومدی میگه نه پدرجان من عموما مست نبودم او چه خیلی اثبات بکنی میگه پدرجان همیشه ساعت 12 شب اومدم شما مستی خواب دید خب دیدم که در کوخنی خربزه موندگی ریزه کردم خوردم رفتم خور رفتم میگه الهی نه و تشکر بزنه طوری فرزنده خربزه در بالکن بشه تو کدو را خورده یک قرصک میزنه برای اون خیلی آدمایی که فقط کدو میخورن عبیدالله سعدالله برادر قدردان در خدمت ما و شما خلاصا دو نفر آدمخور بودن تا این تیار شدن نه تا دیگه چخ کنید دو نفر آدمخور بودن فقط آدمخور بودن یا بسم الله ها بچه آدم پیشگی آگاه بگم تلخکف بده یکما یا بسم الله این رقصه در جین در اومد یک خرسه برای رقصه خوشخیرا میزنیم زنده باشه بریم میرم درو فقط کاشو کسبت بکنیم Oh